درود، من شایانم و به کانال خودتون، کانال رونیفای، جایی که قراره آزادانه فکر و حساب شده ترید کنیم خوش اومدید. توی 5 ویدیوی ابتدایی گام اول یک سری از روش‌هایی که برای تحلیل، بررسی و در نهایت پیشبینی آینده قیمت به کار میرن رو یاد گرفتیم. ولی یه سوال بزرگ، اصلا برای استفاده از این روش‌ها ما به چه سایتی باید رجوع بکنیم؟ توی ویدیوی تحلیل دلار که من توی کپشن براتون قرارش میدم و توی کامنت ها هم پینش میکنم، استاد عزیزم ما رو با وبسایتی آشنا کرد که برای بررسی قیمت و تحلیل دارایی هایی مثل دلار آزاد میتونیم ازش استفاده بکنیم. اگه اون ویدیو رو تا الان مشاهده نکردین بهتون پیشنهاد میکنم حتما مشاهدهش کنید. امروز هم با همدیگه قرار وبسایتی رو بررسی بکنیم که برای تحلیل جفت ارزهای فارکس و رمز ارزها ازشون قراره استفاده کنیم. پس آخر این ویدیو همراه من بمونید. اگه فکر میکنید این ویدیو میتونه برای کسی مفید باشه، این ویدیو رو باهاش به اشتراک بذارید و در نهایت اگه تازه به جمع ملحق شدین چنل رو حتما سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم به صدا در بیارید تا در صورت انتشار ویدیو جدید از اون با خبر بشید. خیلی خوب، در ابتدا باید وارد سایت تریدینگ ویو بشیم. کافی این بالا سرچ بکنیم تریدینگ ویو. ولی من چون قبلا توی این کروم سرچش کردم برای من به صورت پیش‌فرض tradingview.com رو پیشنهاد میده. اگه من همین رو اینتر بزنم ما رو مستقیم وارد سایت تریدینگ ویو میکنه. منتها اگه تریدینگ ویو خالی رو ما سرچ بکنیم و اینتر بزنیم ما رو به این صفحه گوگل راهنمایی میکنه که کافیه با زدن سایتی که نوشته www.tradingview.com وارد سایت تریدینگ ویو بشیم. در ابتدا ما با این صفحه روبرو نمیشیم چون من قبلا با ایمیلم داخل اینجا لاگین کردم. یک مرتبه من لوگ اوت میکنم و بیرون میام. اینجا صفحه‌ایه که در ابتدای کار وقتی که ما تریدینگ ویو رو سرچ میکنیم به ما نشونش میده. کافیه روی Get Started for Free یا رایگان شروع بکنید کلیک کنم تا وارد این صفحه بشیم و با زدن ساین اپ ما رو به این صفحه راهنمایی کنم. از اونجایی که من با اکانت ایمیلم وارد کروم شدم و اینجا واردش کردم به صورت پیش‌فرض این رو برای من نشونش میده. منتها شما وقتی که وارد میشید ممکنه اینجا با یه کادری روبرو بشید که از شما ایمیل، نام کاربری، رمز عبور و تکرار رمز عبور رو میخواد. همچنین میتونید از طریق اکانت فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق، یاهو و گوگل اپل آیدی و اپل آیدی و لینکدین هم وارد بشید. یا اینکه ایمیل خودتون رو وارد بکنید و صرفا از طریق اکانت ایمیلی که روی دستگاه گوشی همراهتون دارید یا روی لپتاپتون دارید وارد اکانت جدید بشید. من اینو میزنم، اینجا هم انتخابش میکنم تا ما رو به این صفحه راهنمایی کنم. ما با این صفحه هیچ کاری نداریم. روی این تریدینگ ویو میزنیم تا ما رو به همون صفحه ابتدایی بیاره. وقتی شما وارد میشید توی واچ لیست به صورت پیش‌فرضی یه سری از شاخص‌ها، رمز ارزها، دارایی‌ها، جفت ارزها و سهام رو براتون نشون میده که من برای راحتی کارم و شلوغ نبودن پاکشون کردم. الان اگه بخوایم چیزی اضافه بکنیم کافیه این به علاوه اینجا رو بزنیم تا این صفحه برامون باز بشه و اون چیزی که میخوایم اضافه کنیم و سرچ بکنیم. کاری هم نداره. برای مثال من اپل رو میخوام بیارم، میزنم اپل و اینجا انتخابش میکنم یا S&P 500 رو میارم میزنم SPX و این رو انتخاب میکنم. نمادش رو که سرچ بکنید راحت براتون پیداش میکنم. یا برای مثال سولانا رو میارم SOLUSDT و اینو به این شکل اضافه میکنم. اون موقعی که باز شما اینجا یه سری‌ها رو به صورت پیش‌فرض لیست کرده، اونها رو دسته‌بندی هم کرده. حالا ما هم می‌خوایم 2 مرتبه دسته‌بندیشون بکنیم. چیکار باید بکنیم؟ کافیه یه راست کلیک بزنیم
و اینجا اد سشن رو انتخاب بکنیم. یکی دسته برای من میسازه. هر جوری هم که دوست داشته باشیم میتونیم اسمش رو عوض بکنیم. برای مثال من اسم اینو میذارم رمز ارزها. اسمش هم فارسی می‌نویسم، رمز ارزها، و با زدن اینتر انجامش میدم. برای بخش سهام میخوام یه دسته دیگه بذارم، میزنم اینجا اد سشن رو میزنم، اسمشو میذارم سهام ها، و 2 مرتبه اینتر رو میزنم، یا کلا سهام. میتونیم دو مرتبه بزنیم روش، یا با یه راست کلیک و رینیم انتخابش میکنیم و اینتر رو بزن. همچنین واسه S&P 500 به همین شکل اینجا میزنم شاخص ها. حالا من اینا رو دسته‌بندی کردم به این شکل. منتها سولانا رو حواسم نبوده، سولانا توی تب رمز ارزها نبوده. چجوری من اینو باید بیارمش بالا؟ کافیه اینو نگهش دارم، با چپ کلیک نگهش دارم و اینو بیارمش به سمت بالا. این جایی که این خط آبی برای من نشون داده میشه جاییه که سولانا رو درش قرار میده و با رها کردنش سولانا به اینجا اضافه میشه. پس شد. با زدن این به علاوه که نوشته add symbol برای ما این صفحه باز میشه. اون نمادی که میخوایم اضافه بکنیم رو سرچ میکنیم و با یه دونه زدن این به علاوه به واچ لیست اضافهش میکنیم. موارد بعدی بخش آلرت ها یا هشدارها و بخش چته که فعلا کاری باهاشون نداریم. میایم روی بیت کوین یه دونه راست کلیک یه دونه چپ کلیک میکنیم، این صفحه برامون باز میشه، میزنیم فول چارت تا وارد این بخش بشیم و 2 مرتبه با دادن این چارت رو به صورت کامل بزرگ میکنیم. از اینجایی که بخوایم شروع بکنیم ما میتونیم اینجا واچ لیستمون رو ایجاد بکنیم تا چیزهایی که میخوایم مد نظرمون باشه و همیشه زیر نظرمون باشه تا یک بازه زمانی خاص اینجا برامون نمایش داده بشه. منتها وقتی که میخوایم صرفا یک نمادی، یک ارزی، یک جفت ارزی رو بیاریم و اون رو بررسی بکنیم و دیگه کاری باش نداشته باشیم تا اطلاعات ثانوی، میتونیم وارد این بخش بشیم و توی اینجا صرفا سرچش کنیم. برای مثال من الان اتریوم رو میخوام بیارم، میزنم ETHU، زبان فارسیه ETHUSDT و اینجا بنا به نیاز خودم یکی از اینها رو انتخاب میکنم و به این شکل اتریوم رو برای من باز میکنه. بخش بعدی بخش تایم فریم ها هست. در ابتدا این فقط به همین شکل یه روزه رو به ما نشون میده. کافی یک مرتبه من روی اون بزنم و توی این بخش تایم فریم های مختلف رو مشاهده کنیم. میتونیم بنا به نیاز خودمون یک سری از تایم فریم ها رو دسته‌بندی بکنیم تا اون بالا همیشه برامون نشون داده بشه و بسته به نیازمون راحت‌تر بینشون شیفت بکنیم. برای مثال من الان با پررنگ کردن این ستاره اینو انتخاب میکنم، یک هفته رو انتخاب میکنم که همه این بخش رو کلا انتخاب میکنم که بهتون نشونش بدم. همونطور که مشاهده میکنین از یک روزه تا 12 ماه رو برای ما اینجا نشون میده. بخش بعدی بخش نمودارهاست. توی ویدیوی انواع نمودارها به تفصیل نمودارهایی که ما باشون فعلا کار میکنیم رو با همدیگه یاد گرفتیم و مبحثش رو دوره کردیم. پیشنهاد میکنم اگه ندیدین حتما اون ویدیو رو مشاهده بکنید. مثل بخش تایم فریم ها اینجا هم با پررنگ کردن این ستاره میتونیم نمودارهایی که ازشون استفاده میکنیم رو این بالا اضافه بکنیم. بخش بعدی بخش اندیکاتور هاست. با انتخاب کردنش این صفحه برای ما باز میشه. میتونیم اندیکاتورهایی که بهشون نیاز داریم رو اینجا سرچ بزنیم، پیدا بکنیم و روی نمودار اضافهش بکنیم. برای مثال الان اندیکاتور RSI رو میخوام بیارم، میزنم RSI Relative Strength Index، یعنی شاخص قدرت نسبی. اگه روش یه مرتبه بزنم اینجا برای ما میارتش و با پررنگ کردن این ستاره یه تب فیوریتس اضافه میشه. همونطور که مشاهده میکنید RSI رو برای ما اینجا آورد و با زدن این میتونیم RSI رو برداریم. و اگه من 2 مرتبه بیام چون قبلا این ستاره رو من پررنگ کردم برای من RSI رو اینجا
نگه داشته. بخش بعدی هم آلرت و باقی مسائلی که فعلا کاری باشون اصلا نداریم. توی این بخش هم شما میتونید تغییرات اعمال کرده رو به عقب یا جلو برگردونید. برای مثال ما RSI اضافه کردیم و پاکش کردیم. الان من یکی بزنم عقب، RSI رو 2 مرتبه برمیگردونم. بخش بعدی تب ابزارها هستن. روی این اولی ما میتونیم کرسرمون رو عوض بکنیم. برای مثال از کراس یا حالت زبدر یا صلیب میتونیم وارد دات بشیم به این شکل، یا اینکه وارد ارو بشیم. کرسر بیسیک ویندوز یا توی این حالت نگهش داریم تا توی ویدیوها قابل خوانایی بیشتری داشته باشه، یا به صورت یه دونه چوب جادویی بزنیم، یا اینکه مثلا یه خط اینجا داریم به این شکل، به این شکل، یا از پاکن استفاده بکنیم و اون رو پاک بکنیم. هر کدومشون یک سری قابلیتایی دارن که همین معمولی من میذارمش، چشمم به این عادت کرده. تب بعدی تب ابزارهای دیگه هستن که ما ازشون استفاده زیادی داریم. بخش اول تریدینگ لاینه که ما بهش نیاز داریم اکثر جاها. بخش قطره و بخش‌های مختلف از خط کامل افقی، نیمخط افقی، خط عمودی و کانال‌های قیمتیه. اونهایی که ما بهش نیاز داریم و میخوایم همیشه دم دستمون باشه رو کافیه با پررنگ کردن این ستاره به این شکل توی این تب شناور نگهشون داریم. برای مثال من اینا رو پررنگ میکنم و نگهشون میدم. بخش بعدی بخش فیبوناچی و گنه. ما فعلا با اینها هیچ کاری نداریم. در آینده همه اینها رو با هم دیگه یاد خواهیم گرفت. مورد بعدی پترن ها و الگوهاست که باز فعلا کاری باشون نداریم ولی در آینده نزدیک حتما سراغشون میایم. بخش بعدی بخش جایی که اینجا فورکست ها رو برای ما داره، یه سری از ابزارهای مبتنی بر حجم و میجور هاست. اینها رو فعلا باشون کاری نداریم. فعلا میریم سراغ موارد بعدی، به وقتش کامل باهاشون کار خواهیم کرد. مورد بعدی تب براش هایلایت، میتونیم اینجا از اینا استفاده بکنیم تا جهت و روندی که تو مد نظرمون هست رو روی چارت بکشیم. و موارد دیگه که من براش رو نگه. بخش بعدی بخش تکسته که میتونیم به اشکال مختلف حروفمون یا نوشته هامون روی چارت رو بنویسیم، علامت گذاری بکنیم، یا یک چارتی توی چارت ایجاد بکنیم، یا عکس یا توییت یا ایده رو روی چارت اضافه بکنیم. مورد بعدی بخش آیکون هاست. میتونیم اینجا یه دونه ایموجی اضافه بکنیم. برای مثال بهش. مورد بعدی که خیلی باهاش کار داریم بخش خطکشه. خطکش رو اگه من یه بخشی رو انتخاب بکنم و اینو بکشم بیارمش جلو، به جز تغییرات قیمتی، تغییرات درصدی رو هم به من نشون میده. همچنین چون توی الان تایم فریم روزانه هستیم، به ما میگه که از اینجا تا این نقطه که ما اومدیم، یعنی کل این مسیری که طی شده در مجموع 122 تا کندل بوده که 122 روز هم طول کشیده. اگه اینو همینو هفتگی بکنیم و 2 مرتبه تستش بکنیم، به ما نشون میده که این مقدار به این حجم عددی قیمت افت کرده، اینقدر درصد قیمت کاهش پیدا کرده و در کل 101 کندل طول کشیده که به معنای 707 روز بوده. بخش بعدی بخش زومه. تو حالت عادی ما با استفاده از غلطک روی موس یا بخش روی اینجا میتونیم زوم و زوم اوت بکنیم. حالا ما میخوایم یه بخش خیلی خاصی رو روی چارت ببینیم و در مورد اون فکر کنیم. یک مرتبه این روش میزنیم، انتخابش میکنیم، اینجا نگه میداریم، چپ کلیک رو میاریم اینجا، اون محدوده‌ای که مد نظرمون هست رو انتخاب میکنیم و به این شکل رهاش میکنیم و اون رو به ما نشون میده. و با زدن این ماینس یا ذره‌بین منفی 2 مرتبه چارت و همون حالت قبلی برمیگردن. بخش بعدی که به شخصه خیلی ازش استفاده میکنم و اغلب اوقات روشنه، بخش آهن رو باز. اگه روی این بزنیم الان شاید خیلی به چشم نیاد، ولی وقتی که خط روند قرار رسم بکنیم میبینید گیر میکنه، چون که میاد خودش رو روی شادو، بذارید زوم بکنم تا بهتر پیدا باشه، خودش رو روی شادو یا بادی قفل میکنه.
به من کمک میکنه تا بدون اینکه دستم بخواد بلرزه یا خیلی زوم بکنم تا نقطه رو دقیق بکنم، روی بادی کندل بیام و بتونم به راحتی این تغییرات رو اعمال بکنم و خط روندم رو با دقت بیشتری بسته به نیاز خودمون رسم بکنیم. مورد بعدی این مورده، وقتی که شما اینو بزنید و روی چارت چیزی کشیده باشید و میخواین روی چارت چیزی بکشین و پشت سر هم، برای مثال چندین تا خط روند میخواین بکشید، که خط روند میخواین از اینجا تا اینجا بکشید، یه خط روند از اینجا تا اینجا میخواید بکشید، من راست کلیک کردم، یه خط روند از اینجا تا اینجا میخواید بکشید، یه دونه از اینجا تا اینجا. ببینید بدون اینکه برم 2 مرتبه ابزار خط روند رو انتخاب بکنم، هی دارم خط روند میکشم. تا مادامی که من چپ کلیک میکنم میتونم چیکار کنم؟ میتونم از خط روند استفاده کنم. منتها اولین راست کلیکی که میزنم، اینجا رو مشاهده بکنید رنگش آبیه، اولین راست کلیکی که میزنم این از آبی بودن برمیگرده و رنگ اولیه برمیگرده. حالا اگه چپ کلیک بکنم دیگه این اتفاق نمیافته. اینم ابزار خیلی به درد بخوریم. بخش بعدی بخش قفل کردنه. با زدن این تمامی چیزهایی که روی نمودار اعمال کردیم قفل میشن. ببینید الان اگه من یه چپ کلیک نگه دارم میتونم جابجاش کنم، ولی وقتی که اینو میزنم الان همه چیز روی چارت ثابت مونده. خیلی موقعی کار کردن با تریدینگ ویو روی اپ گوشی کاربرد داره، چون اونجا یه تکون دست ممکنه باعث بشه خیلی از چیزهایی که کشیدیم و روی چارت اعمال کردیم جابجا بشه. به همین خاطر روی گوشی میتونه بسیار کاربردی باشه. بخش بعدی بخش این چشم است. این چی کار میکنه؟ وقتی اینو بزنیم به همون گزینه های مختلفی رو نشون میده. میتونیم چیزهایی که روی چارت کشیدیم رو مخفی بکنیم، اندیکاتورهامون رو مخفی بکنیم. برای مثال من یه RSI هم اضافه میکنم به این شکل. اگه اینو بزنم همه رو برای من مخفی میکنم، ولی کافیه اولین تغییر جدید رو من اعمال بکنم تا 2 مرتبه همشون برگردن. بخش بعدی بخش سطل زباله است. میتونیم اینجا انتخاب بکنیم 10 تا چیزی که توی نمودار اعمال کردیم پاک بشه، این اندیکاتور پاک بشه، یا تمامی این 10 تایی که ما کشیدیم به همراه اندیکاتور پاک بشن که با زدنش 2 مرتبه به چارت معمولی برمیگردیم. مورد بعدی که آخرین بخش ماست، تنظیمات خود این ابزارها و وسایل است. من اگه خط روند رو اینجا بکشم و این تب برای من اضافه بشه، با زدن این بخش میتونم رنگ خط روندم رو عوض بکنم، به هر رنگی که دوست دارم تغییرش بدم. با این میتونیم نوشته ای که به صورت پیش‌فرض روی خط روند میاد رو تغییر بدیم. برای مثال اینجا من اینو خاموش کنم، اینجا که نگه بزنیم روش یه ادتکس برای ما نشون میده. اینجا چون رنگش آبیه این ادتکس هم آبی بوده. برای مثلا اینجا میزنیم ترند. حالا اگه بیایم اینجا رنگ اینو عوض بکنیم برای ما قرمز میشه. بخش بعدی بخشی که میتونیم میزان کلفتی خط رو تغییر بدیم. الان روی 2x، اگه بذاریمش رو 4x میبینید خط کلفتر شد. این بخش جایی که میتونیم خود شکل این خط روند رو عوض بکنیم، به این شکل خطیش بکنیم یا نقطه چینش بکنیم، بسته به اینکه با کدوم راحت تری میتونیم برای خودمون عوضش بکنیم. با این بخش هم فعلا کاری نداریم که قفلش میکنه، اینم برای آلرت، اینم برای اینه که پاکش بکنیم. روی این که بزنیم میتونیم تغییرات خیلی بیشتری رو اعمال بکنیم. یکی از تغییرات خیلی به درد بخور همین اکستنده. میتونیم انتخاب بکنیم که به سمت راست یا به سمت چپ امتداد پیدا کنه. اگه اکستند به رایت رو بزنیم به این شکل برای ما خط روند رو به سمت راست امتداد میده. منتها یک حق انتخاب هم داریم. میتونیم به جای اینکه خط روندمون اکستند به رایت بزنیم از شعاع استفاده بکنیم. دقیقا همون خط روند، منتها به این شکل برای ما به صورت پیش‌فرض خودش داره امتدادش میده. برای کانال های قیمتی هم باز به همین شکله. میتونیم با این بخش
رنگ‌ها رو عوض بکنیم، رنگ پس زمینه بالا رو عوض بکنیم، با این رنگ داخل رو عوض بکنیم بسته به اینکه چشممون با کدوم یکی کمتر اذیت میشه یا قرار چند تا کانال تو هم دیگه بکشیم، رنگ بندی هاشو تغییر میدیم تا بتونیم راحت‌تر ازشون نتیجه گیری کنیم. به همون شکل با تغییر دادن این رنگ نوشته این کانال هم عوض میشه. با زدن بخش‌های مختلفش مثل این میتونیم ضخامتش رو عوض بکنیم تا مقدار وضوحش برای ما کم و زیاد بشه و در نهایت تنظیماتش هم به این شکلی که فعلا ما با اینا کاری نداریم، در آینده به اینا برمیگردیم. این هم مثل خط روند. با زدن این بخش اکستند میتونیم اکستند برایت رو فعال بکنیم. توی این بخش هم میتونیم بک‌گراند رو خاموش یا روشن بکنیم، پس زمینه داشته باشه، پس زمینه رنگی، یا نه اصلا پس زمینه‌ای نداشته باشه، که بسته به سلیقه یا انتخاب یا بالا و پایین بردن وضوح اون خط اون کانال از اینا استفاده میکنیم. ممنونم تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. حتما توی کامنت ها نظرتون رو با من به اشتراک بذارید، ویدیو رو لایک بکنید و تا درود دیگر بدرود.